مسلمان کم کم خون و پوست و گوشت و استخوان و فکر و روح و روانش کم کم داره با حرام نشأت پیدا میکنه، از حلال خدا فاصله گرفته. شراب آمده تو زندگی مسلمانا. بعضی مسلمانا دیگه سر سفره میذارن، بعضی مسلمانا شراب میخورن میگوین به سلامتی خدا پیک میزنین. مواد مخدر که از همه طرف بیداد میکنه. چند مدت پیش سفری داشتیم به نخل خلفان از توابع گاوبندی. یک عروسی بود قبل از محرم، درباره سونامی صحبت شد. بعد از اون یکی از دوستان فیلم سونامی به من هدیه داد. سونامی، اون زلزله و سیل و طوفانی که در اندونزی و بعضی از کشورها آمد و 400-500 هزار نفر رو یک جا بلعید. اون منطقه‌ای که این سونامی آمده بود، شیخ خالد راشد که بعد از 18 روز خودش رفته بود به اونجا و اون چیز رو روایت میکنه تو این فیلم که با 2 چشم سرش مشاهده کرده. میگو بعد از 18 روز، روز 19 که ما رفتیم اونجا و 20 روزی 700 تا جسد دفن میکردن. حالا خیلی از اون جسدها که دیگه اصلا چه پیدا نمیشد. اون چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم میگفت اون جزیره‌ای که این سونامی آمد داخلش اولین جزیری بود در اندونزی که اولین مسلمانا در صدر اسلام وارد اون جزیره کردن و اون جزیره با تقوا و با خدای بودن. از اون جزیره بهتر در جنوب شرق آسیا و اندونزی نبود. همه مؤمن، زن و مرد، تا اینکه فساد اخلاقی، شراب، زنا، فحشا وارد زندگی اونها شد. طرف میدیدید که پدرش تو نماز صبح هست اما پسرش داره زنا میکنه، دخترش داره زنا میکنه. خیلی رک و بدون پرده شیخ داره صحبت میکنه. میگفت اونقدر فساد و فحشا و بی‌ناموسی و شراب و عیاشی و قمار و مواد مخدر در این جزیره‌ای که قدم مبارک صحابه بر اونجا وارد شده بود و اولین جزیره‌ای بود در جنوب شرق آسیا که اسلام برش وارد شده بود. بعد از اینکه پشت به حلال خدا کردن و حرامو چه جلوه دادن، خداوند اونها رو غافلگیر کرد. تو همین فیلم 2 آیه قرآن را تفسیر میکنه. اذا البحار فجرت و اذا البحار سجرت. این 2 آیه شما زیاد شنیدید. من خودم تعجب میکردم هر بار که این جزء اعمه را میخواندم و این سوره رو رد میشدم، میگفتم خدایا تفسیر این چیه؟ یکی از نشانه های علامت قیامت و علامت های نزدیک شدن قیامت این که دریا منفجر میشود، این که دریا به جوش می آید، دریا آتش زیرش روشن می شود و افروخته می شود. این آب دریا به جوش می آید، سوزان و گرما می شود و می سوزاند انسان را. سبحان الله، این چه تعبیری دارد؟ این کی می آید؟ تا اینکه همین سونامی که آمد اونجا، زیر آب در اعماق اقیانوس زلزله میشه، زمین جا به جا میشه. سبحان الله، آب و میمکه، مردم میرن برای تماشای آب که این آب کجا رفت. آب دریا کم شد. یک دفعه با سرعت 700 کیلومتر در ساعت و 30 متر 35 متر ارتفاع آب منفجر می شود داخل هوا و بعد با سرعت 700 کیلو کم و بیش همون انسان هایی که رفته بودن تماشا بکنن این آب دنبال می کند. با ماشین خودت 150 تا سرعت می روی، فکر می کنی می خواهی پرواز بکنید، قابل کنترل نیست. حساب بکن 700 کیلو در ساعت یا 600 کیلو در ساعت معادل سرعت هواپیما. چقدر میخوای بدوی تو؟ چقدر تو دوندی خوبی باشی که بدوی از این نجات پیدا بکنید؟ این آب می آمد همینجوری دستی از انسان ها، حالا 50,000 نفر باشن، هرچی باشن، بلند میکرده تا اینکه رسید به یک صحنه عجیبی تو همون فیلم که یک کشتی 600 تنی آهن را بلند کرده همین آب ظریف دریا خداوند برده روی یک روستایی به بزرگی گذاشته و قبرشون زیر همون کشتی است. کشتی آهنی 600 تنی
خداوند با همین موج دریا بلند میکنه میبره تو خشکی، روی یک روستا میگذاره. نه کسی میتونه کشتی رو بلند بکنه که اونها رو در بیاره، همونجا قبرستانشان شده. تا اینکه به یک مرحله رسید که نشون میداد آتش از توی آب روشن میشد، آب سرخ میشد، کوههای آتشفشان زیر زمین همه در نتیجه اون زلزله آتشهاش فعال میشه و میاد میرزه توی آب. کوههای آتشفشان فعال میشه و میاد میرزه توی آب، اذا البحار سجرت میشه. و جناب شیخ خالد میگفت در نوار و نشون میداد اکثر جسدهایی که نجات پیدا کرده بودن پوست بدنشون سوخته بود، سبحان الله، سیاه شده بود به خاطر همون آتشفشان هایی که زیر آب بوده فعال شده و این جسدها رو سوزنده. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. خداوند دریا رو که چقدر خنکه جوش میکنه، تبدیل به آتش میکنه و بعد منفجر میکنه توی هوا. خداوند خیلی قدرت داره. چرا این کار رو بر سر اونها در آورد؟ بگو اونها مسلمان نبودن. خود شیخ سوال میکنه خدایا تو که عادلی؟ بعد جواب میده مگر اینها چه کار میکردن که توی جبار اینطوری خشمگین شدی؟ همه سوال میکنه مگر این خلق تو چه کار میکردن ما خبر نداشتیم؟ تو که ارحم الراحمینی، خدایا خلق تو چه کار میکردن که خودت بهتر آگاه بودی؟ تو علیمی، تو خبیری، تو سمیعی، تو بصیری، تو اونها رو میدیدی، ما که نمیدیدیم.